مولانا خدا رو مثل یک معدن بیپایان شادی تجربه میکنه. خدا برای مولانا سرور بینهایته، فرح محضه. خدا برای مولانا اون خدای فقها نیست که یک رئیس عبوس، نه، خدای مولانا کسیه که میگه حتی ابلیس به خدا امید داره. ابلیس ز لطف تو امید نمیبره، من میدونم لطف تو چنانی که حتی ابلیس بهش امید داره. وقتی مولانا یاد خدا میفته اصلا به رقص برمیخیزه. اینقدر خدا رو مثل یه بشارت درون، یه مژده عظیم که خبر خیلی مهمیه. کسی هست که گویی او عاشق منه. خیلی وقتا خدا رو با تعابیر مربوط به شکر وصف میکنه. چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. میگه خدا اون چیزی که از خشم گفته واقعی نیست. نترس که گفته چنین و چنان، اونا واقعی نیست. مثل مادری که به بچهش میگه بذار بریم خونه من تو رو پوستتو میکنم، اون که واقعی نیستش. میگه کرمش واقعیه، لطفش واقعیه، ولی خشمش واقعی نیست. زان عشوه شیرینش، زان خشم دروغینش، عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا.